یه دقیقه آمد. بجیستی با گردنم بند باشه میتا کتانیه ملخا کتیه که هگاگینا رو بگیرم 10 تا مینا سر میشه. چکی نه این مردکت کینه و تا باقچه و پشت خان زده میره نه کنمی گوم و رمی نبرده باشه. بله برو خوبی خیریت یا خوشحالی؟ خوبی بخیره شکر. خیریته؟ لالا ما تا باغچه ما یک گوسفندار آوردم یک مردکه که با کنج باغچه میت پشت خم زده میره. ما چه کار میکنم لالا گفتم یک دقیقه بیاین نکنم گوم رو می نبرده باشه یک دمه. کی آمده؟ همون نفر کروز گو برده بود. سعی چی میگم تو؟ خود خورمت با مو کانال گوشا قایم کنه. آره من خود به زودترین فرصت میرسونم. مواظب باشی که بیرون نشه با. بفهمیدی؟ آفرین با مو کانال بس خود قایم کنه. زودی بیاین. تا باغچه نه زودترین فرصت ما بدم. آنی پرو که او دفعه بیام آمده گه و روازال دوباره هم برات گه آمده سار از اومد چه که شخور بدل کده اوکی بکوشه لالا وانه یک ساعت همونجگاه پشت خم زده میره کوشم با دست نمیچم چه کار میکنه یک کار کنه خب تو از این طرف برو ما هم از این طرف میرم بریم بالکن گواک ما پیدا شه انشالله سه کنه چی میگم این با وسط گیر میکنیم غافل گیر میکنیم بفهمیدی خوبه بعض وقت از اقرار میکشیم که چه کار میکنه بریم که یک ساعت همونجگاه میگرده بخور بله تو اوش کو پشت خم زده برو بانک تو نبینه فهمیدی خب این چی ریتم مجیه همه اینجا چیکار میکنی چیکار میکنی دیگه ملخ میگی بشینک بله چیکار میکنی تو کجایی ما از این مله بالا اینجا چیکار میکنی ملخ میگیری تو ملخ میگیری بله تو اینجا میاد که ملخ بگیری بله یعنی منطقه شما ملخ پیدا نمیشه که اینجا ملخ بگیری با باغچه ما اونجا شیلیه و چیز ملخ نیه لالا می آدمه
من میتونم میرم مثلا خاله خوب یا من تا زمین هم ملاخ هم میگیرم خب. یعنی تو این تگپ میدونی که با منطقه شما ملخ پیدا نمیشه خاطر شلی بین که تا باغچه ما ملخ بگیریم. نه من مینا دارم، 2 تا مینا دارم، یک بلبلی. همینطور میرفتم مثلا خاله خوب همینطور دیدم تا زمین خیلی ملخ بخو میگیرم. دروغ برای ما نگو. چرا دروغ؟ اینجا تو تا باغچه ما بیا بریم. سگو چی میگم تو کاکا جان؟ بله. ما 10-12 روز میشه از ما گوی گم شده، بفهمیدی؟ گوی؟ گوی گم شده. ان حال ما به بال تو آدم شک کردن چون که تو رتا باغچه خو گرفتی. بفهمیدی؟ شک ما بال تو نه. حال عدل مقبول بگو که همین خودت تو کسماس دست داره چی رقمی گو تو به کجا بردی تو بکردی چی رقمی گپ ما بگو تو. گو کجا کردم؟ گو تا باغچه. بله من 10 تا من به عمل پی من 10 تا مال پیار من بفهمم که تو چیزه. اینجی معلوم میشه که تو بس همین گو تو بردی. بله من بردم. بابونی ملخ. بابونی ملخ. والا دستا کن لالا. چرا دستا من من دست لیام. من کسی لالا بسته کنه نگه. چرا دستا من بسته میکنی؟ من برم به خونه خاله خب میرم ملخ میگیرم من میاد دستا من بسته میکنی. خونه ملخ هم میدینی؟ به خدا اگه من لینگه ببرده باشه. گپ نزن صدا خوب نکن. خونه کجای گندازه؟ کجای خونه شما؟ خونه شما کجا؟ بله بالا. گوشی بالا. تو هم محله بالا اینجا بالا اینجا من میتونم میرم مثلا خاله خوب میرم. شما رو بیار خودی. بیار من شماره نداره. بیار من نمیفهمم به تلفن. بره پیش بکی. تو 1,10,000 روپیه گوی من ببردیم تو ریتیل میکنم. کجا من با خدا لینگ من الان بیاد کی شامل بکن. وقت بریم پیش. سکو 2 تا ملخ 3 تا ملخ هست یا نه؟ قرار داری یا نداری؟ بیارم دارم مولانا میلی. وقت قبل شیرین اشتباهه. کجا بری؟ جلو شو. خب کجا بری؟ بریم پیش پیار. پیار تو بریم. سراش ما کجاه؟ محله بالا. بریم اینجا بریم. هر طرف سراش شما بریم. محله بالا. یلا. بابونی ملخ. یلا. بابونی ملخ بیامده که بیا بیا خب گاو کی گرفت؟ هیچ کس نخورد. راست خوب. آن زمینا میبینه بابا. دروغ نگو. گاو کی بدادی؟ آن میجوگا بدم. آنه بابام آنه. بابا. اینا پیارتونه. بله. بابا. چیکاره؟ بابا سلام علیکم. سلام علیکم. خوب سلامت بیا خوشحال بخیر جان شما جوره. همین دقیقه بیزامت بیا میتونم. بخوام بگیره بچه. بچه شما میشه؟ بالیو. بیا بالا دیگه. بیا بالا. چه شونای بسته کردی؟ بچه شما میشه؟ بالیو. بیا شما برتا کجا من 2 کیلو میگم. واکو شما. بیا. شام خو بگی. بیا برتا. کاکا جان شما با این مجلس بچه کاکا من 6 7 روز جلوتر نبودین؟ بودم چرا نبودم خیشم اونم بله درسته این بچه ما به توسط گرفتیم که به تب باغچه ما یه میت پشخم بزن فهمیدین؟ خب ما تقریبا همی 10-12 روز جلوتر از ما گوی گم شده خب فهمیدین؟ 10-12 روز جلوتر از ما گوی گم شده حالا این پشخم بزن ما بگرفتیم ما گفتیم شک کردیم بالا میادن که بعد گوی میادن برده تا باغچه خو گرفتیم بگه حالا که این بچه شما به در شده که خیلی ببخشیم با اینکه مثلا نمیشناختیم ما شونه از این بسته کردیم و کردیم دیگه به هر حال شرمنده ببخشید کاکا جان خب گیر لکتور که مادر تو برای خاله تو رای کرد ما میرفتم بابا روی مسئله خاله خو میرفتم همینجا گفتم 2 تا ملخ به مینا خو بگیرم تا همین باغچه از اینا ملخ میگرفتم یک بار اینا بیامدن که تو دوزی گو مال بجوندی تو ملخ گرفته رفتی برای خاله خو رفتی بدی خب همین تا ملخ تشتر من گفتم پیاده میرفتم من از سر بگیرم سهرا خود ما کم ملخ داره که میه به این سهرا از اینا میه برای ملخ هنوز یادم به ما بگفته که ملخ میگیرم ما گفتم می خود خورما آدم از این کار خطا بده واقعا دیگه که راست میگم تو چرا چه کارا خو میکنی من همین تا میرفتم گفتم برو مثلا خاله خو برم برای خاله خو انا ملخ میگیرت اینا میگن تو دوزی گو بجوندی خب اگه شناس نمیبینن چیکار میکردم ها این مسئله شناسیت تو چرا چه کارا خو میکنی با شیرین زمینی هم میکنی اگه نمیشناختی پولا گواه خو میستونده باور کن اگه شناسیت شما نبود اگه من پول میگه و از یارم نق میکنه حالا که بازم وای خب خیر باشه کاکا جان
بخشش باشه باز هم که مثلا ما نمیشناختیم برون نشانه سید آمدیم اینجا زنده باشین کوکو چون جان. دیگه خود شما ما رق بدین خدای همین 1,10,000 گو ما گوشه راست تا میگی. باغچه خو یادم همه بدیدم حق شما بفهمید. راست میگی. ما دزدی نیم من. میفهم کوکو جان حالا کی گفتن که تو دزدی؟ اما مرتکه به تا باغچه خوب گیر کنه میگم دزد دیگه. خدا خراب کنه خونه همین کسا همین دزدا که میام دزدی میکنه ولی بدون خدا که برات چیزی آمده برات ملاخ الله بم دیا خود ما کم ملاخه. این چی است مجال ما تا زمین شما و تا باغچه شما؟ خیر باشه کوکو جان کار خدمت برای ما ندارین میگم چاشته. قربان شما زنده باشین بدون شیخی. تشکر سلامت باشین باشه کاکا. باشه میگم. ببخشید. بریم ببخش باش خوبه بریم خوبه. میگو مادر تو به ملخ گرفته ری که برای خاله تو بابام زمینو خود ما کم ملخه که تو گرفته به تا چه زینا رفتی میگه در پیشتر 1,10,000 روپیه گیر برده بیدم خیلی خب ما دزدم بابا. اما میفهم که تو دزدی و کی گفتن که تو دزدی خب اونا بگیرفتن تو بیس دزد گرفتن دیگه اگه منو شناس نمیدن چیکار میکردم 1,10,000 کجا میآوردم برای اینا میدادم اینا گوش نه چه کار میکردم. بم سرا خود ما بم زمینو خود ما کم ملخه من نمیفهمم. بتای پلوشا شلی و ارزانا کم ملخه که تو بگیری ما برم بابا. برو دیگه برو من چایم بیار که من می شلی رو میدم برو خاله خور برم بیارم. خاله خود نوردی په نه از این سر که میرفتم بود اگه از این سر که میامدم نبود. من میگم بابا خاله خور بیاوردی نه. من گوشنه توشنه میگم بشینم دیگه تا دان که تو بری خاله خورم ببری بسنا ببری خب پا میرم شما نون میارم ما پیشین میرم خاله خور. خب برو دیگه برو هر کاری که برو دیگه چی بیارم؟ یک ترمز چای آورده بیار اکبر کتری سیار میارم اینجا زومم هست تا چای دم میکنه. هر جون با مرگ میده بده دیگه برو دیگه که با شالی دو تشنگی خوبه. وقتی هم برو خودی بسرا رو سال بهم 12 ما دست شما میگم به بازدار باشم نه تو کجا میای؟ بابا رگور بسرا بر ها؟ بابا بسرا بر رگور آی به سران شوخ. کلیدا میکنه اولی اینجا پیش می گیر می. پشا میکنه پا کلیدا میکنه رو هم دولم میشه بابا بسرا برو بیا بره. مار 1 ساعت بیخم نمیگذارن که من 5 دقیقه میشه سرخ مزار خوشین سلام علیکم زنده باشین خوب بخیر سلامت جان شما جوره سرین برو خیریات بخیر چه کار میکنه علف میداره خدا به همین گوسفندا و گاوا دیگه مجبوریم چیکار کنم بچه که مکتب میره دیگه مجبورم علف بدره ما دیگه همین متوجه گو گوسفندا خو باشین چرا لالو چیکاره با به همین ما دوست پیدا شده میفهمی دوست پیدا شده به ما دوست پیدا شده 10-12 روز پیش گو ما ایدگل بردم همین گل همسایه ایدگل همسایه ما بیچاره گویر بردم گوی هم 1,10,000 روپیه تقریبا قیمتی و 1,05,000 روپیه بیلا راست میگی والا انا میته تیر میشدم گفتم باشه به شما بگم که متوجه گو گوسفندا خو باشین میتونیم میایم علف میداریم گو گوسفندا رو یلا میکنیم به یاد خدا میته به خود میگردم متوجه باشین که حال دوست پیدا شده با خدا ما که از ما که به چی به مکتب میره بچه خود من که هستم علف رو میکنم پیش ناپرتو میکنم میرم به خونه میرم دیگه ما حال خوب شد بگفتیم ما خبر کردیم از این بعد متوجه باشین خوب گپ زدیم به خدا رالا راست میگی خود اگه کسی ببرم از کی میپرسی حال ایدگل از کجا اور پیدا کنه بابا تو پیدا کنی مگرم 1 ماه 2 ماه بده برادی با پیدا نمیشه مرتبه بابا پیدا میشه میبره به گنج خلاص من هر چه که شد میفروشه راست میگی تو بقا سیونی که از خود نیه مال پیار نیه مفت جفت بگیری اومده میبره قرار که میفروشه برای خوب راست میگی همین تمام است خدایی راست میگی خوب شما چه کار کردین کشت کارو از ما هم دیگه همونجی به چا کار میکنم خوب الهی شکر من همیته میرم بالا سرپرستی میکنم علف میداره ما کمک کنم خود شما سلامتی شما زنده باشین اگه توقاش دیگه داریم خود شما کمک کنم نه خیر بینیم زنده باشیم اگه چاشت میمون ما میشیم که ان علف خلاص یال میرم رو بخونه سلامت باشین من دیگه برم که باقی کار دارم بریم خدا حافظ خدا حافظ شما خیر بینیم